سلام. امروز قراره که با همدیگه توی کنوا یه دونه پست اسلایدی رو با همدیگه آماده کنیم. خب بریم روی مانیتور ببینیم که باید چیکار بکنیم. زمانی که صفحه اول کنوا رو باز میکنیم سمت راست بالا گزینه کرییت دیزاین رو میزنیم. خب سایزهای مختلف رو اینجا به شکل دیفالت خودش بهمون نشون میده. ما اینجا کاستوم سایز رو میزنیم. خب توی پست هایی که در واقع برای پست های اسلایدی داریم طراحی میکنیم ارتفاعمون همیشه باید 1080 باشه و در واقع عرضمون هم باید اینجا یک مضربی از عدد 1080 باشه. فرض کنید پستی که میخوام طراحی بکنم 3 تا اسلاید داره، پس میشه 3 ضرب در 1080 که میشه 3240 و بعدش اینجا کرییت نیو دیزاین رو میزنیم. توی صفحه جدیدی که برامون باز میشه ما اینجا سمت چپ بالا توی نوار منو گزینه فایل رو میزنیم، بعدش گزینه ویو ستینگ و بعدش اینجا یه بخشی داره به نام اد گایدز. این اد گایدز رو که بزنیم دوباره یه پنجره برامون باز میشه. چند تا حالت به شکل دیفالت خودش داره، 12 ستونه، 3 ستونه و 3 در 3. خب ما اینجا میایم گزینه کاستوم رو قرار میدیم برای اینکه شما یاد بگیرید که حالتهای مختلف رو چطور میتونیم اینجا پیاده سازی بکنیم. اول از همه این گپ رو من 0 قرار میدم و بعدش هم بهش میگم که تعداد ستونهای من 3 تاست و بعدش اینجا اد گایدز رو میزنم. همون جوری که الان توی صفحه دارید مشاهده میکنید اون بخش طراحی من به 3 قسمت تقسیم شده که خطهاش رو مشخص کرده که این 3 قسمت کجا قرار داره. امیدوارم که از این بخش استفاده کنید و بتونید پست‌های زیبایی رو طراحی کنید. خداحافظ.